تحمل درد پاداش ندارد. دردهای حاد به دنبال جراحی، صدمات بدنی، شکستگی‌ها اگه به خوبی کنترل نشوند، به صورت نوعی از دردهای مزمن سالها باقی میمانند. درد مزمن دردی هستش که با وجود درمان بیشتر از 3 ماه طول بکشه. کنترل این دردها پیچیده‌تر و زمانبر هستش و نیاز به تخصص، داروها و وسایل پیشرفته تری داره. امروزه 20% از افراد بالغ جامعه از نوعی از درد مزمن همراه با اختلالات خلق و خواب رنج میبرند. بیماران به علت تفاوت‌های ژنتیکی در معرض ریسک بالای دردهای مزمن هستند. گاهی هیچ راه فراری از ژنتیک متصور نیست، ولی امروزه راه‌هایی برای کنترل یا به تأخیر انداختن این دردها وجود داره. ما به عنوان متخصص درد به دنبال باز کردن این راه‌ها هستیم.